شما میدون آزادی و اگر فیلم هاشو نگاه بکنید، از وسط های میدون آزادی تا میدون آزادی یک پارچه یا از طرف بسیجی‌ها پخش کرده بودن که سر تا سر خیابون رو گرفته بود که روی این پارچه عکس سرهای آدم زده بودن، نقش بسته بودن که اینا رو از بالا که فیلم برداری میکنن جمعیت زیاد نشون داده بشه، در صورتی که چنین چیزی نیست. چرا اصرار دارن جمعیت رو میلیونی نشون بدن؟ چرا به بیش از خانواده‌هایی که بیش از 5 نفر توی 22 بهمن شرکت میکنن بچه‌هاشون رو از سربازی معاف میکنن؟ دیروز از 6:30 صبح تهران 3 صبح لندن من یک سره تعقیب میکردم ماجرا رو، حرف میزدم، تو تلویزیون‌های مختلف رفتم، جای مختلف صحبت کردم، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، و تصور میکنم در حد خودم وظیفه‌مو انجام دادم. کاری که باید انجام میدادم انجام دادم. در شرایطی که نوکرای رژیم همه جا صحبت میکردن بله 4 میلیون 5 میلیون جمعیت رو نگاه کنید اومدن دارن خودشونو فدای میکنن با ساندویچ و ساندیس. توی 6 تا مسجدم که مسجد نبی و مسجد بلال و اسمشون دارم، چند تا مسجد دیگه سکه میدادن. 80,000 تومان برای کارمندان شرکت کننده سکه دادن. امام گفتش که امید من به شما دبستانی هاست، اومدیم بگیم که حالا ما بزرگ شدیم، از امید تازی باش. ساعت 3:15 بامداد لس آنجلس و ساعت 1 رو به ساعت 3 بعد از ظهر ایران عزیزمون. یک هممیهن از ایران روی خطه، میخواد با شما صحبت کنه. جوانی است بسیار آریایی، دوستش میذارم روی خط، الان باش صحبت میکنیم. آرش جان روی خط هستی، میتونی صحبت کنی عزیز من، خط بازه. آقای وطنخواه، امروز تمامی مسیرهای راهپیمایی از خیابان آزادی تا خیابان‌های دیگه تمام مساجد سکه بهار آزادی پخش می‌کردن برای اینکه ملت رو به خیابان‌ها بکشونن. ایستگاه‌های صلواتی زده بودن که فیش‌های رایگان اقامت چند ماهه تو هتل‌های رامسر و شمال به ملت می‌دادن که ملت رو بتونن تو خیابون بکشونن. از صبح ساعت 10 صبح 9 صبح ملت رو با فیش‌های غذا به گودان‌های آشورا به بسیجی‌ها مهر پرداخت شد داده بودن که قبض آب و برق و گاز ملت رو بیارن رایگان پرداخت بکنن، فقط و فقط به خاطر اینکه بیان ملت رو تو خیابون بکشونن، ولی نتونستن. آقای وطنخواه، از اینها دیدم همش تبلیغات بوده. سلام عزیزم، بفرمایید. خسته نباشید آقای پاسدار. ممنونم عزیزم، بفرمایید. من شهاب هستم از ایران. امروز تهران خون بود آتش آقای پاسدار. نمیدونیم مردم چه کار کردن. من فقط تماس دادم به عشق این مردم که بگم داد این مردم، من به عنوان یه نماینده کوچیک اینو داد مردم بکنم. امروز تهران باور کنید قیامت بود. هیچ کس در دفاع از این رژیم نیومد. امروز اینقدر برای مردم قول و قرار دادن که بیان مردم، و اینقدر برای مردم مزایا قرار دادن که بیان در دفاع از هیچ نیامدن. امروز گفتن امروز هوا سرد بود، همونطور که می‌دونید گفتن هر کسی بیاد بهش اوورکوت رو با چکمه‌های چرمی میدیم، حتی 80,000 تومان فقط قیمت ایناست. یک نفر نیامد اینا رو بگیره. امروز بیش از 50 تا صحنه کوپنی کالا اعلام کردن. چرا یعنی امروز که روز تعطیله، شما اگه تصاویر رو بعد نمی‌کنید می‌بینید دست بعضا روغن و برنج، اینا همون عوامل رو میگم تا فقط روغن و برنجشون میگیرن. امروز 50 تا سهمیه کوپنی کالای ضروری رو اعلام کردن. باور کنید آقای پاسدار، امروز اگر هر کسی که در تهران بود امروز میگفت این انقلاب دیگه، امروز این نظام دیگه امروز دیگه میره، بین مردم پولا پخش میکنن، بچه‌های 50,000 تومانی، چطوری 30,000 تومانی. امروز فقط
فقط برای مردم مزار گذاشتن که هر طوری هست مردم بیان. نمیدونم امروز ستاد سینما حتما آقای بهزاده خبر داره، امروز ستاد سینما اعلام کرده امروز در بیلبوردهای بزرگ شهر فیلم‌های سینمایی زبان اصلی بدون سانسور پخش می‌کنن که مردم حداقل به فیلم سینمایی بیان نگاه کنن. هیچ کس نیومده بود. امروز فقط بر می‌خندیده بدشین. بابای بهمن‌ماه یا الله یا الله. پیامم به آقای اوباماست که ما هر کدوم خودمون یه اتم هستیم، یعنی 70 میلیون اتم هستیم. اینه